خدا، داستان زیبای نادرشاه و باغبان. نادرشاه کبیر در حال قدم زدن در باغش بود که باغبان خسته و ناراضی نزد وی رفت و گفت: پادشاه، فرق من با وزیرت چیست؟ من باید این گونه زحمت بکشم و عرق بریزم، ولی او در ناز و نعمت زندگی می کند و از روزگارش لذت می برد. نادرشاه کمی فکر کرد و دستور داد باغبان و وزیرش به قصر بیایند. هر دو آمدند. نادرشاه گفت: در گوشه باغ گربه‌ای زایمان کرده. بروید و ببینید چند بچه به دنیا آورده. هر دو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه برگشتند و گزارش خود را اعلام نمودند. ابتدا باغبان گفت: پادشاه، من آن گربه ها را دیدم. 3 بچه گربه زیبا زایمان کرده. سپس نوبت به وزیر رسید. وی برگه‌ای باز کرد و از روی نوشته هایش شروع به خواندن کرد. پادشاه، من به دستور شما به ضلع جنوب غربی باغ رفتم و در زیر درخت توت آن گربه سفید را دیدم. او 3 بچه به دنیا آورده که 2 تای آنها نر و یکی ماده است. نرها یکی سفید و دیگری سیاه و سفید است. بچه گربه ماده خاکستری رنگ است. حدوداً 1 ماه هستند. من به صورت مخفی مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم آشپز هر روز اضافه غذاها را به مادر گربه ها می دهد و این گونه بچه گربه ها از شیر مادرشان تغذیه می کنند. همچنین چشم چپ بچه گربه ماده عفونت نموده که ممکن است برایش مشکل ساز شود. نادرشاه رو به باغبان کرد و گفت: این است که تو باغبان شده ای و ایشان وزیر.